این نشانه های قیامت است برادر عزیز. وقتی 3 روز ماندگی به سرشویش قیامت، آفتاب از جانب آفتابشین میبراید، یعنی از جانب آفتابشین آفتاب تا بین میبراید و گشته با میشینه. اون لحظه که آفتاب از جانب آفتابشین خیست، اون لحظه دیگه برای توبه دیر شده است، در توبه محکم میشود. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک روایت گفتن که یکی از نشانه های رسیدن قیامت همین است که تمام مردم در فکر زندگی و در فکر آبادی یعنی دنیا هستند. حرکتش فقط همین عمارت سازی و پیش بردن کار دنیا هست. یگان نفر در فکر عبادت و بندگیش نمیشه دیگه، فقط همه فکر ذکر همه حرکتش دنیا هست. سحر میشوه، مردم از خواب میخیزن، لباس های کاری میپوشن، از خانه بیرون میشون، حرکت کنن به سوی کار تا اینکه به جای کار روند. اما وقتی از خانه بیرون میشوند، میگه شخصیت به سوی یعنی به سوی انسان میگفته که آیا شما میدونه که امروز چی حادثه شده است؟ میگفتن چی حادثه شده است؟ بعد از اون برای شخصیت خبر میکردن که آفتاب از جانب آفتابشین برآمده است. وقتی میگه انسان این خبر میشنیده است، یگان شخصیت در بار پا ایستادن نمیتونه، همه با زانو در زمین میافتادن، چون که فرصت و مهلت دیگه از دست رفته است. دیگه توبه هم کنی اون لحظه دیگه توبه یعنی قبول نمیشه، دیر شده است. همین جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که تا همون لحظه ای را که آفتاب از جانب آفتابشین میبراید، تا همون لحظه را اگر انسان توبه کنه، الله رب العالمین توبه انسان قبول میکنه، یعنی گناهش میبخشه.